زندان سقراط واقع در کوههای آکروپولیس، در تپه های آکروپولیس. در واقع این بنا ظاهراً جزوی از یک بنای بزرگتر بوده طبق نوشته که ظاهراً از جایگاه این سوراخ ها که ظاهراً تیرک های چوبی بوده استفاده می شده و برای نگه داشتن مستحکم نگه داشتن بنا ظاهراً چند طبقه بوده و به خاطر نزدیکیش به آگورای اصلی اینطور مشهور شده که اینجا در واقع زندان معروف شده به زندان سقراط، گرچه اصلا مشخص نیست آیا اینجا واقعا زندان سقراط بوده یا نه. اینطور معروف شده، جز مشهورات به قول معروف. جز مسلمات نیست. و حتی یک فرض اینه که شاید اینجا حمام بوده. هرچه هست مشخص نیست چه بوده، ولی معروف شده به زندان سقراط به خاطر نزدیکیش به آگورای اصلی که ظاهرا جایگاه محاکمه سقراط بوده. احتمالاً اینطور مشهور شد. ظاهرا این تپه که یکی از تپه های قسمت آکروپولیس هست، قسمت اشتباه کنم جنوبی، معروف بوده به تپه میوزها و میوزها میدونید که از الهه های یونان باستان بوده.